یوکوزو آفرین که انگشت قشنگی رضای رو ویدیوی من. بیا اینم ستارت. با زهر مارد اطفال چیدی. 3 روز دارم یه کاراکتر دیجیتال میسازم بر خودم که به جای خودم بیاد جور تصویر و حدس میزنی چی شد. به هیچ نتیجه‌ای نرسیدم. اول میخواستم از فیس خودم یه کاراکتر پیکسلی بسازم که این بود. بعد دیدم اون اسپاکی کاوی پاپ خیلی بهتره. پس سرم کن اسپایک. اینا رو فلره. بریم سراغ اصل کاری. هدف این چنل چیه؟ واقعیتش خودم خوب نمیدونم، ولی تا اونجایی که میفهمم چون بنده شخص ناشی در عرصه پی سی هم تصمیم گرفتم اولین تجربیاتم از هر گیمی رو اینجا بذارم و فشار بخورم. نمیدونم این ویدیو اونقدری که باید بازدید میخوره یا نه، ولی به هر حال من چنل زدم توی تلگرام. اونجا گیمی که میخواید بزنم رو بگید، ترجیحاً گیم زیاد سختی نباشه چون من زود سیمای مغزم پاره میشه. و تاکید میکنم من به غیر از گیم های موبایل حتی ویدیو پلی دادن بازی پی سی هم ندیدم. ولی دیگه در این حد به عنوان اسپایک هرزا خیلی کار دشواریه.